افتادم پایین. سلام رفقا، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از چنل HN. خب بچه‌ها، امروز دوباره اومدیم ماینکرافت بازی کنیم، اما امروز داریم بدوارس داریم میریم گیم مود آرکید. گیم مود آرکید چیه؟ گیم مود آرکید یه گیم مودیه که ما میریم داخلش. یه گیم موده بعد 1000 تا گیم مود دیگه که نه 8 تا اینا دیگه گیم مود دیگه داخلش داره که میتونیم به دلخواه خودمون هر کدومشو بازی کنیم. دیگه زیاد زر نزنم، بریم سراغ ویدیو. بچه اینجا بریم ببینیم چه گیم مودی بریم. TNT ران داره، TNT تگ داره، خیلی گیم مودای دیگه رو داره. یه دست TNT ران که نه TNT تگ هم هیچ توش نیست. بلاک پارتی گیم بریم ببینیم کسی هست اینجا. خب منتظر پلیر ها میمونیم. TNT ران زیاد آدم پیش از اون TNT ران چند تا آدم پیدا یکی اینجا یا اول فصل الان TNT ران یا علی. بسم الله الرحمن الرحیم. به سلامتی یک طبقه نیست. دارم تیر میزنم و قشنگ دارم تیر میزنم. میذاریم این پایین خالی کنیم هر کی مواد بیفته. نه حال میده. خب قد اینجا تاره که میترسم بیفتم پایین بره خودم. خب وای سجا رفتم پایین خالی کردم قشنگ. وای قشنگ من دارم خرشانسی اینجا رو رد میکنم دیگه داره تمام میشه برای چی نیست دیگه. خب این برای بگردیم. افتادم پایین. خب تر زدیم. خب اینجا رو چندم شدیم اصلا؟ دوم شدیم؟ چندم شدیم؟ ول کن بریم گیم مود بعدی. ترسیدم بابا اینجا یه راه هست میرم پایین. هیچی هم اینجا نیست، من فقط میرم اینجا میمونم. فقط میتونی اینو بترکونم بشکنی یک سره. اصلا این لذت میبری. حالا بچه داخل همین پارتی گیم خودش کلی گیم مود دیگه هست. مثلا یه دونه گیم مود پارکورشه، یه دوتا گیم مود پارکور داره این پارتی گیم. داشتم زر میزنم. یه دوتا گیم مود پارکور داره این گیم مود که دیگه نداره دیگه. ما اینجا میتونیم پارکور از بقیه عقب تریم که بسریم عقب تریم. بسم الله الرحمن الرحیم. چرا اینقدر نوب شدم؟ این آسونه هم بچه نوب شدم ببخشید. اول نشد ولی دوم شد. یه گیم مود دیگه این فکر کنم چیزه. این باید منطقه خودت رو رنگی کنه. یارو فکر کنم باطل شده. من چرا این چیزو دستم نگرفتم؟ اینجوری باید خطتو بکشی. بیا من یکم تو این گیم مود اسکلم دیگه. روز بچه فقط اشغال هرچی اومدیم اشغال کنم. من خیلی پیر زدم دیگه. بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. این همینجوری بیایم عقب بهش رسیدیم. اول تو ببینم. خب هشتی اینگه از بالا شده میاد یا باید حیوانا رو بزنیم شتک کنیم. اینایی که 50% منفی دارن نباید بزنیم. چیزتون کنیم اینایی که روشون مثبت داره باید بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیایم دیگه. اونو زدم که نباید میزدم. خیلی زدیم حیوانات. والا باز اول شد. این چیز هست این میمونه 34 قفل شده برای اون با اینکه چیز شده چیز شده. الان این 34 لولش برای اینجا خیلی زیاده. خواه نارجی باید بزنم 34 زیاده نه کمه. داشت چرا برای من نمیره آقا برای من این اسب داره میره. هدفگیریم عالیه. آقا هدفگیری رو داری؟ حالا دیده بودی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی عبدالله علی من اینو خیلی بدتر دارم. وحشتناکتر نه هنوز نرسیدم اون برده. چرا؟ بگست تو این یکی خوب نبوده. بسم الله الرحمن الرحیم. وای الان برف از آسمون میباره. از آسمون میاد یه دست برف. خب دیگه یکم بهتر. ای وای پول میده چرا ها چرا نمیبازی تو نه تو گم شو. ای بابا چی شد این یارو اول شد. این الان از همونه مثل TNT تگه دیگه نه TNT ران. آره همون جوریه. از این هم سکیه قرمز تر میشه بعد این میافته شتک. اینو باید آروم بره قلقش همینه. مثلا میتونی تا این قرمز شه روش وایسی ویسا قرمز شه برو. قلقش همینه باید آروم بری. باید آروم بری. بازه 400 خورده بلاک مونده. این یارو چرا اول میشه آخه توش این یارو نیست. اینم ترامپولینه. پر میری هوا باید اینا رو بگیری. اینا تو نگه بوستر این بگیری بخوری میری هوا ولی میتونی مثلا ده امتیاز بگیری. ده امتیاز نزدیک من نبود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی مدد علی اکبر علی
علی اینجا در امتیازی نیست. بابا چقدر بدبختم آخه من. امتیازی بزن. اوکی بابا اون همش 34 قفل کرده. الان اون اول میشه ما آخر. من باید 10 امتیازی بگیرم. 10 امتیازی بابا. آخه 10 امتیازی میخوام بابا. بسم الله الرحمن الرحیم. اینو گرفتم. گرفتم 26 من یک سر دنبال 10 امتیازی هم فقط. امتیازهای بالا اونم کوچولو ها رو میگیره. من اول نیستم. یک 4 تا دیگه باید بگیرم تا اول شم. الان یارو اوله. من آخر شدم بدون هیچ دلیلی. این دوم شد. آر اکس پیه رو مختلف مپ باید خفاشه رو مخو بزنی. رو مخ نیست. نه رو مخ خفاشه نمیمونن که یه جا. این از فقط دارم میرن. برای زدن اینا به فیس 1000 لازم داریم. بونوسش زیاد میده. بونوس چقدر داره. یعنی فرض کن ما الان چیز نیستیم و 34 تا داره. این واقع بزنیم مثلا تا اونجا بمونیم بدن یفکیشیم برای خودمون نبوده بزنیم با اینکه نیستیم. چرا اینقدر چرت و پرت میگی؟ تو چرا دیگه وایسادی؟ وای نستدی بونوسو زدن. منو بزن. واقعا چرا باید خود باشه دیگه منو بزن؟ این سومه از من امتیاز با من امتیازش مساویه. هی خودش دمتون گرم تا اینجا ویدیو با ما بودیم. واقعا دمتون گرم. این ویدیو کوتاه‌تر از ویدیوهای دیگه بود. چی دارم میگم بابا. دمتون گرم که ویدیو ما رو دیدین. مرسی بان. خداحافظ.